بیایید فرهنگ اسلامی و سنت نبوی را در عصر هجوم فرهنگ‌های بیگانه احیا کنیم. به جای گفتن الو بگوییم السلام علیکم. به جای گفتن اوکی بگوییم انشاءالله. به جای بای که یعنی در حفاظت بابا و کشیش مسیحیان باشی بگوییم خدا حافظ، خدا نگهدار، و یا السلام علیکم و یا در امان الله باش. به جای گفتن دستت درد نکنه بگوییم جزاک الله خیرا. در هنگام تعجب و حیرت به جای به به و یا هیاهو کردن بگوییم سبحان الله، که 10 حسنه برایت نوشته شود و یک درخت در جنت برایت کاشته شود. در عطسه زدن به جای ساری و یا ببخشید بگوییم الحمدلله، در جوابش یرحمک الله. به جای اینکه بگوییم خوبم بگوییم الحمدلله، که 10 حسنه برایت نوشته شود و درخت در جنت برایت کاشته شود. لطفاً برای دوستانتان بفرستید تا در حفظ احیای فرهنگ اسلامی سهیم باشیم. یک نکته دیگر که واقعا قابل توجه است دوستان، شاید شما هم با آن برخورده باشین که میگویند این پیام را برای چند نفر بفرست تا حاجتت روا شود. دوستان عزیز، هنری لیونر فقیه دینی اسرائیل گفت ما با طراحی پیام‌های فارسی، عربی و ترکی و غیر زبان‌ها با آوردن نام خدا و پیامبر و آیات قرآن در پیام‌ها می‌نویسیم آن را برای 10 نفر و یا 9 نفر بفرست تا معجزه ببینی. با گذشت زمان مسلمانان می‌بینند خبری از معجزه نیست، پس آن را خرافات تلقی کرده و این گونه ایمانشان را کم کم از دست می‌دهند. لطفاً در نشر این پیام کوتاهی نکنید و به هر گروهی که عضو هستین بفرستید تا ریشه این پیام ها کنده شود. جزاکم الله خیرا.